تا زمانی که دختر اجازه نده قطعا و ابدا نکاح صحت پیدا نمیکنه که 100 مرتبه شاهدا بیاین و 1000 مرتبه هم خطبه خوانده بشه، این نکاح فسخه. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. شریعت مقدس اسلام آنقدر برای زن حق داده که بدون اجازه دختر کبیر اصلا پدر حق نداره او را به عقد نکاح یک جوان در بیاره. یک موضوعی که در این هفته مشکلاتی که ایجاد شده بود این بود که خواهر آمد گفت وقت شاهدا آمدن گفتن که بگو که وکیل تو کیست. دختر گفت، خود دختر حاضر و آماده گفت که من برداشتم برای شاهدا گفتم که من فلانی را نمیخواهم و دوستم ندارم و ازدواج هم نمی کنم. میگه برای شاهدا چنین گفتم، ولی مادر دختر برای شاهدا میگه خدا چنین مادران هدایت کنه. برای شاهدا میگه که شما بروید بگویید که دختر گفته که پدرم وکیله. بعد شاهدا میاین عقد بسته میشه، 4 ماه میشه دختر گریه میکنه نمیخوام. اصلا این نکاح صحت نداره از لحاظ شرعی تا زمانی که دختر اجازه نده قطعا و ابدا نکاح صحت پیدا نمیکنه که 100 مرتبه شاهدا بیاین و 1000 مرتبه هم خطبه خوانده بشه، این نکاح فسخه. این باید هدف از ازدواج رو بفهمیم.